سلام و خسته نباشید خدمت همکاران عزیزم. گاهم پیش میاد که در حین نماکاری لوله های برق از سطح سنگکاری عقب کار گذاشته میشه و یه دونه قوطی جواب کار ما را نمیاره جایش رو سطح. ما برای این کار یه ترفندی در نظر گرفتیم، اومدیم 2 تا قوطی برق را سر به سر چسب کردیم و کف یکی از اینها رو برش دادیم. به این صورت کار را انجام دادیم. اگر دوستان عزیز با سنگ فرست کار نکردن میتونن که از سنگکار یا نماکار درخواست کنن تا این کف قوطی ها رو براشون ببره. سر به سر با چسب 1 2 3 به هم وصل میکنیم و عمقی که الان به ما میدید این 2 تا قوطی حدود 10 سانتی متره و کار ما رو به نحو احسن به قول معروف هم سطح کار میکنه. حالا دوستان توجه کنید ببینید این 10 سانتا ما با 2 تا قوطی به چه صورت هم سطح میکنیم برای اینکه خیلی راحت دسترسی داشته باشن در آینده، بتونن اگر به تعمیرات افتاد کار بتونن به راحتی سیما رو خارج کنن یا فنرزنی بکنن. این از سطح کار ما و سلام، آرزوی موفقیت دارم برات.